امروز دوشنبه است. الان هم ساعت 2 ظهره. خب من اومدم به یکی از سرمایه‌گذارای عزیزم یه ملک تجاری از شرکت امار کرایه کرده، چون شرکت امار به هیچ عنوان ملکای تجاریش نمیفروشه و الان با توجه به شرایطی که هست و ما چندین لوکیشن رو بهش نشون دادم و تصمیم گرفت تو لوکیشنی باشه که مال شرکت امار باشه، روند رو به رشد اون منطقه، جمعیتی که قراره تو اون منطقه باشه و همینطور به قول معروف اون سرقفلی و ایجاد پول، گردش پولی که تو اون منطقه و پاخوری که داره به قول قدیمی‌ها، یعنی اون جمعیتی که قراره اونجا باشه. تیم ما از 0 تا 100 این فعالیت انجام میدن، دریافت مجوز و همینطور شما میتونید از شرکت‌های سازنده دیگه به غیر از امار ملک‌های تجاری عالی بخرید با توجه به فعالیت و هدفتون از سرمایه‌گذاری که تو شهر زیبای دبی هست. در خدمتم.